آنچنانی هم نیم. برو دیگه. خب چی نیاز داریم؟ من اینجا تو آپارات میذارم این ویدیوها رو. به نظرم بتونم این درست کنم. یکم بیرون بالا دار. برو. چی میخوای درست کنی؟ نه اسمش رو چه؟ موشک فضایی. میدونی خیلی خوش شانسی که این واسه اومد. خب اینجوری بود. 1 2 3 4 5 میخوای من واسه لیست جالب درست کنم؟ آره؟ یه سب کن. 1 نه اینو بده بالا. 3 4 5 خب 6 نه اینو بده بالا واسه لحظه. بده اینجا. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 خب خوب شد. چی میخوای درست کنی؟ موشک فضایی. آدم هم این شکلیه. آدم های دیگه هم دارم. چه غلطی میکنی؟ در واقع بذار ببینم. خب چرا اونجا؟ اینجا قرمز اندازه میگرفتم باش نیست.
دیگه خب لایک کنین، سابسکرایب کنین، فلان کنین. فقط سابسکرایب، مکرایب، لایک مایک تمام شد و رفت پیکارش. سلام علیکم برای کرم. من 100 تا لایک دارم، یه لایک دیگه لطفا نکنید، خیلی نامردی. اون چیه جوکر رو دیدین؟ جوکر استیبل 66 جوکر جدیده، جوکر 4 دیدین؟ خیلی بحوریه. خب آخرش نداره تموش. درست کردی؟ دارم درست. میخوای واسه یه چیز خیلی قشنگ درست کنم که اصلا نمیدونی چجوری باید درستش میکردی؟ سر کنین رو درست کنم، خودت حال کن. بلدی یه کاری کنی که پرواز کنی؟ بله. نه تو اینجا نه، توی جونی. توی جونی؟ بله چجوری؟ خب این چیزه. اینو که میدونم ژله رو باید بذاری. کجاست؟ آها اینو میگی؟ آره. نه اینو آره. تو پرواز کن. میخوام یه چیز خیلی قشنگ بهت نشون بدم. رنگ چه رنگی دوست داری؟ سبز. سبز بده ماما. سبز چیزی البته همه رنگا رو بده واسه سبز الان میذارم. خب ببین اینجا داداش بیا تو این ور، تو بیا دست اینجا می آیرون ور میداری، آیرون رو برداشتی واسه اینم کوشش سیب. کوشی همین نیستی تو یوتیوبی؟ چه؟ همین نیستی تو یوتیوبی؟ آره اشکالی نداره. خودم هم آپاراتورم، تو یوتیوب کار نمیکنم، تو آپارات کار. اسمت چیه؟ تو یوتیوب. تو یوتیوب دایان آزادی. چرا فامیلیت هم گذاشتی؟ به انگلیسی البته. او خب بذار واسه یه دونه شیشه سبز بردارم. شیشه سبز. دمت گرم. تموش. فهمیدم نگاه. فقط نشستی یا بلند شو. نگاه. فهمیدم. بله. 3 ردیف باید باشه. او من بلدم اینو من بلدم. نه این که نه، اینو منم بلدم، اینو دختر خاله منم بلدم. یه چیز دیگه من دختر خالم لیمو نبات. اینو بلدم. سب کن
اینو بلدم که آفرین. اینو بلدم. ببین حالا یه کار دیگه میخوام باش کنم. چیکار؟ آماده ای؟ اینم من میدونستم. بذار یه چی واسه درست کنم خود نفهمید چی درست کردم. سبا برو. میخوای آدم تو واسه درست کنم؟ چی؟ آدم تو. آره خب درسته. 1% داری یا داداش؟ درست درسته. خب آدمت پاش توسی بود. میتونه از اینجا هم نگاه کنی. خب پاش توس. بذار اینجوریش کنم. ای خدا. کبتم خیلی بزرگه. خیلی یعنی نمیتونم بگم کوچیکه. کوچیک خوب نیست، بزرگ خیلی خوبه. آره اینو برمیدارم. توسی ایرنگی با دستاش هم همون جوریه. یه دونه زرد، آبی، سفید، قرمز، سفید، قرمز، قرمز که داری. سبز و اینم قهوه. خوبه؟ خوبه. بریم. خب بریم. توسی این دو تو ببخشی. و همسر پسر دختر خاله پسر خاله‌ام بزنم. برو بزن منم آدم تو درست کنم. دنبالش میشه نگفتی میگم مرگم دارم پرش نگی بله پر زده نمیدونم چرا این چرا من خوشحال پر زده خاله شنبا به خواندن میکنن هر روز باد منم یادش چقدر بده. خیلی چیز بدی شد. خب چی گفتی؟ پاهاتو درست کردم. تو درست کنم. بدنتو یه زیرش روی سفید میذارم. خب اینجوری میکنی. اینجوری اینم توسی میکنی دورش رو یکم سفید. اوکی اینجا رو یه توسی دیگه میاییم و یه سفید و اینجا رو میذاریم. چقدر میخوای قدت بلند باشه؟ 1001. حضرت آدم انقدر بلند نبود که تو میخوای انقدر بلند باشی. نه این 1000 تا نیست، نگاه کن. اشکا بابا 1000 تا دیگه خیلی باید بریم. نه بابا نه دیگه اونقدر بالا بری دیگه ماینکرافت ارور میده ها. نه ارور یعنی چی؟ یعنی میترکه. بیا عقب بیا پایین. نه خودم تا حالا اینقدر بالا رفتم هیچی نشده ماینکرافت. الان میبینی حتی چیزی نمیشه. یه چیزی میشه ولی خب 1000 تا شد. حدودا 320 شد. حسین من باید سرت هم درست کنم. خب سر من اون بالا بود درست کنید دیگه. نه بیا پایین. نه خود نه بابا بیا پایین. من بیا پایین. بیا پایین. بابا کلی طول میکشه. نمیکشه بابا.
زور بدو باش خوش سکو نه اونجوری خب پایینش نه اینجا بله عکسش هم اینو هست. بذارم خب من چجوری تو رو سرتو درست کنم. ببین دستاش یکم دیگه میام پایین. چنل یوتیوب اسمش چیه؟ یوتیوب من ندارم. نه اسمش آپارات. پارسا پیپکس. چی؟ پارسا پیپکس. پارسا عکس پیپکس چیه؟ پیپکس نمیدونی پیپکس چیه؟ نه اسم یه دونه چیز باز. ماینکرافته. واسه میاریش؟ حالا الان هنوز کانال رو نزدم. این دستت ببین تو خود داری هنوز صورت هم درست میکنی؟ ببین سیاه هم میخواستی یا؟ سیاه هم میخوام. الان خود چرا بر نداشتی؟ بعد ها؟ 1 2 الان بند. بیا مرچی بگیر زن خب 1 2 3 نه وای زن 1 2 3 زن یه بار دیگه 1 2 3 36 بار زدم زمین. آره ببین آدم تو انقدر وادی بالا نمیشه. ببین این واسه من خیلی آشنا. نه نمیشه. ببین این واسه من خیلی آشناست. وایسا این همونی که سرویس چیز بود مامان. بله رزالو اون یکی کو امیر عباس نبود. امیر عباس توپل خب یه دستبندم زده رو دستش اومده مدرسم و وای خیلی بامزه. امیر عباس با هم یه پسر داییم. آره پسر داییم فکر کنم. تو باشون کامل دوستی. آره